سلام علیکم فوتبالیستا تو خونه بازیکنان نمونه. امیدوارم که حالتون حسابی خوب و عالی باشه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در چنل خودتون، یعنی چنل آموزش فوتبال با لئو سعید. اومدیم با یه ویدیو خیلی جذاب دیگه. قبل از هر چیزی خودم معرفی کنم، سعید هستم، مربی رسمی AFC، آنالیزور فوتبال و مربی بدنساز فوتبال. اومدیم با ویدیو 5 تمرین ویژه شوت زنی برای بازیکنان مبتدی تا نخبه، یعنی 5 تا تمرین میخوام بهتون بگم. سطح تمرین همینطور تو این 5 تا تمرین میره بالاتر و سخت و سخت‌تر میشه، از مبتدی تا حرفه‌ای و نخبگی. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چون لایک شما حمایت زیادی از منه و کمک زیادی به دیده شدن ویدیو من میکنه. و حالا بزن بریم سراغ اولین تمرین. بچه‌ها برای تمرین اولمون ما یه دونه، حالا من شوزبگ دارم که کفش میذارم این داخل، میام اینو وصل میکنم ببین به این قسمت بالای دروازه. عجب گره‌ای میام شوت میکنم. خب بچه این شوزبگ رو ما وصل میکنیم به این قسمت بالای دروازه و پایین دروازه هم ببین یه مربع اینور میزنم و یه مربع اینجا که شوتی که میزنیم به سمت گوشه ها باشه. بچه اصل کار ضربه زدن به سمت گوشه هاست. تمرین اولمون رو ما میایم 10 تکرار شوت قدرتی با پای راست میزنیم و سعی میکنیم به گوشه بخوره و بعد از این میایم تمرین میکنیم و با پای چپ 10 تکرار شوت قدرتی میزنیم. حالا بعد از اینکه 10 تکرار راست 10 تکرار چپ شوت قدرتی انجام دادیم، میایم سراغ شوت‌های بغل پا. خب یعنی من میام گوشه رو هدف میگیرم، به شکل تقریبا زمینی ضربه میزنم. 10 تکرار راست و همین کارو 10 تکرار چپ. این میشه پایان تمرین اول ما و بعدش میریم سراغ سطح حرفه‌ای‌تر. الان هم حالا یه دست می‌خوایم با حسام چالش داشته باشیم و هر کس زودتر توپو بزنه و بخوره به هدف بالای سمت چپ، به اونی که قرار بازنده یه سالاد ماکارونی بده. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure. I just wanna be a loner. Some can't say so. Oh, come on, man. Yes. بو سالاد ماکارونی میاد داداش. بو سالاد میاد. بو سالاد میاد. و اما میرسیم به تمرین دوممون که یه مقدار سخت‌تر میشه، 2 ستاره هستش و قراره مثل شرایط مشابه بازی در حال حرکت شوت بزنیم. بچه‌ها در حال حرکت 2 تا راه داره. اولش اینه که ما میایم لی میزنیم، حالا بیرون داخل بعد ضربه. دقیقاً کار راست با چپ هم انجام میدیم که 2 تا پامون هم راه بیفته، یعنی من میام بیرون داخل بعدش ضربه. و اما میرسیم به تمرین 2 از 2 بچه‌ها. توی این تمرین ما میایم دریبل رونالدو رو با شوت ترکیب میکنیم. اوکی، یعنی از عقب‌تر من شروع میکنم حرکت، یه بار پا عوض کردن، بعدش حالا ضربه قدرتی با روی پا. همین کارو من میام با چپم انجام میدم. حسام جان توپو بده من. بچه‌ها واقعا فوق‌العاده است این تمرینا. 5 تا که با راست انجام دادی دوباره میایم 5 تا با چپ انجامش میدیم. توپو پاس بده به من. مرسی. من حرکت میکنم، اینم با پای چپ رونالدو رو میزنیم، بعد شوت. بچه‌ها 5 تا راست 5 تا چپ. حالا بریم سراغ تمرین سوممون که 3 ستاره میشه. و اما میرسیم به تمرین سوممون. قرار شوت رو با فیک شوت ما ترکیب کنیم. بچه‌ها 2 تا فیک شوت فقط میخوام بهتون بگم. حالا فیک شوت های خیلی کاملتر رو من تو دوره آموزشیمون، یعنی دوره ستاره شو پلاس، 100 جلسه دوره تکنیک‌های فردیم آموزش دادم که قرار از یکم هم یه تخفیف خیلی بی‌نظیر بخوره و میتونید حتما پیج اینستاگراممو به این آیدی دنبال کنید و منتظر تخفیف باشید. اول ماه قراره که روی دوره‌مون یه تخفیف بذاریم، هم تکنیک و هم بدنسازی. حالا من فیک شوت کامل توی ستاره شو آموزش دادم، ولی 2 تاشو یادگاری بهتون میگم که با تمرین شوت ترکیب کنید. اولین حالت اینه که ببین ما میایم این استایل حرکت میکنیم، دروازه رو نگاه میکنیم، استایل شوت، یه بار توپو میچرخونیم اینور با چپ شوت زدن و بار دوم من میام و همین کارو با راستم انجام میدم. یعنی ببین چه شوتی بود. آفرین، این خوب بود، این خوب بود، خیلی خوب بود. همینو با پای چپم انجام بده.
بچه‌ها این تمرین رو شما میایید یه بار چپ یه بار راست، یه بار چپ یه بار راست، در کل 10 تکرار انجام میدید. میشه 5 تا راست 5 تا چپ دیگه. بیا ببینم. استادی شوت. آفرین. بد نبود. جای کار داره. بریم سراغ تمرین چهارم. و اما میرسیم به تمرین چهارم. بچه‌ها قرار شوت ها رو همراه با چرخش‌های مختلف انجام بدیم. توی فوتسال بازیکن‌ها راست، توی فوتبال مهاجم نوک‌ها، فورواردها، استرایکرها خیلی این تمرین میتونه براشون کاربردی باشه. حتی هافبک‌ها این چرخش‌ها رو هافبک‌ها هم باید یاد بگیرن. حالا هدف ما از این ویدیو اصلا چرخش نیست. چرخش من کامل تو ستاره‌شو گفتم. ولی چند تاشو بازم اینجا بهتون میگم. و هدف ما شوت زنیه بچه‌ها، قدرت شوت زنیه که بتونی حالا بعد از چرخش شوت خوب بزنی. آماده ای؟ ببین من از عقب‌تر میام استقبال توپ، چرخشایی که 2 تا چرخش میخوام بزنم، 3 تا چرخشه، این چرخشا رو یاد بگیرید و اینطور که میگم تمرین کنید. بریم 3 2 1. ببین میام استقبال توپ با داخل پا چرخش، حالا ضربه. و اما بار دوم حالا من میام از چپ میچرخم، حتما یه آگاهی هم میگیرم. ببین آگاهی، حرکت، چرخش و حالا ضربه. این تمرین رو بچه‌ها میتونی روبروی یک دیوار انجام بدی، میتونه یارت بهت پاس بده، هیچ فرقی نداره. یه بار راست یه بار چپ، یه بار راست یه بار چپ، 10 تکرار انجام میدیم. میریم سراغ چرخش بعد. و اما میرسیم به چرخش دوممون توی تمرین چهارم. توی این چرخش بچه‌ها ما میایم، پاس که داره میاد به سمت ما پاس بده، یه بار آگاهی. ببینید یه بدن بیرون پا چرخش و شوت. اینم مثل قبلی بچه‌ها، یه راستی چپ کلا 10 تکرار. آماده ای؟ بیا ببینم. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving. و اما تمرین آخرمون لول 5 ستاره، فوق سخت، فوق حرفه‌ای برای بازیکنان نخبه حرفه‌ای که تیم دارن و بیشتر از جناحین میزنن به سمت داخل زمین، میرن به سمت هاف اسپیس. بازیکنان وینگر این حرکت، این شوت کاربردیه و چیزی نیست جز شوت آردو، شوت کاتدار. بچه‌ها تو سالن دارن بهتون یاد میدن، ولی سالن چمنش همینطوری که میگم هیچ فرقی نداره. توپ آردو شوت آردو هم بیشتر توی فوتبال میزنن، نه توی سالن معمولا نوک‌پا یا شوت قدرتی روی پای. حالا ما چطور میتونیم آردو بزنیم، چطور تمرینش کنیم؟ دقت کنید بچه‌ها، آردو رو ما زمانی میزنیم که ببینید از گوشه زمین داریم حرکت میکنیم، یه لحظه میزنیم به سمت هاف اسپیس چمن و حالا یه شوت کاتدار میزنیم 3 کنج. بچه‌ها یه توپ 3 کنج باید بره. حالا چجوری شوت کاتدار باید بزنیم ما؟ ببین دقیقاً با این قسمت استخونه، ببین بغل پا، نه با اینجا نه با اینجا نه روی پا، دقیقاً با این استخونه. اصل کارون استخونه است. میزنیم به کجا؟ میزنیم به کمر توپ یه مقدار کنارتر، یعنی بعد از ضربه پا میاد بالا. یه بار ببین اگر ما در نظر بگیریم دروازه اونجاست، شوتی که من میزنم ببین دقیقاً اینجاست. یه بار حالا نزدیکتر نشونت بدم. ببین این کمر توپه، ما میزنیم کمر ولی یه مقدار اینورتر و بعد از ضربه پامون میکشم بالا جوری که توپ بچرخه. اوکی، گرفتی چجور شد؟ حالا بعد از این که ما اومدیم شوتمون رو زدیم، جامپر رو باید داشته باشیم. یعنی ببین مثل مسی گلی که 2014 به ایران زد بچه‌ها، اومد کشید بیرون توی یه لحظه، ضربه‌شو زد و این استایل جامپش بود. بچه‌ها ببین ما دقیقاً با این قسمت پامون، این استخونه، میزنیم به کجا؟ به این قسمت توپ. بعد از ضربه هم پامونو میکشیم و میاریم بالا. بچه‌ها این توپامون هم توپای پریمیر لیگ، فوق‌العاده توپ خفنیه، فوق‌العاده توپ قویه. 1000 تا بلا آوردم سرش، هنوز سالمه. این توپا رو میتونید از سایتمون تهیه کنید، ارسالش رایگانه. داخل بسته‌تونم 2 تا سورپرایز خیلی خفن دارم که وقتی برسه میفهمید چیه. آدرس سایتمون هم اینجا براتون میذارم. من میارم. اوف رفقا خیلی مخلصیم، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو توی کامنت ها بگید و هر سوالی که داشتید میتونید به این آیدی
پیام بدید تا مشاوره رایگان توی تلگرام بشید. خیلی دوستتون دارم. نظرتونم حتما راجع به ویدیو توی کامنت ها بگید. تا ویدیو بعدی، فعلا.